ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمنید. مؤمن کیه؟ در این آیات الله عزوجل مؤمن را بسیار زیبا تعریف کرده. من و شما سعی کنیم که این گونه باشیم. این صفاتی که الله برای مؤمن بیان کرده، این صفات را در وجود خودمون داشته باشیم. اگر داریم که مبارکه، اگر نداریم تجدید نظر لازم داریم. الله می فرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وصف اول مؤمن خشیت الهی. الله می فرماید مؤمنان آنانی هستند که اذا ذکر الله، هرگاه الله یاد میشه، هرگاه الله را ذکر میکنید، وجلت قلوبهم، دلشان میترسد. یعنی از ته دل میترسند، دلشون میلرزد، تکان میخورد. یعنی لفظ الله گفته میشه دلش میلرزه. معنی این نیست که تصنعاً انسان در وجود خودش جهشی پیدا کند من ترسیدم، نه. منظور اینه که وقتی که نام الله میاد انسان از هر منکر خودش را عقب بکشد. کسی میخواد بر کسی ظلم بکند، قصد میکنه فلانی را میزنم، بهش بگو از الله بترس. همین که نام الله باشه دیگه فوراً عقب نشینی میکند. کسی میخواهد که معامله ناجایزی بکند، معامله ربوی بکند، همین که بگه الله، این الله باعث بشه که عقب نشینی بکند. یعنی الله باعث بشه که از هر منکر، از هر معصیت انسان باز بیاید. درباره سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هست که با وجود این جلالتی که داشت سیدنا عمر، اما وقتی که نام الله می گفت وقاف بود، فوراً توقف می کرد، فوراً ایست، یک کلمه بیشتر نمی گفت، می ترسی. وقتی که درباره مهر زنان گفت که مهرها را بیارید پایین، زنی بلند شد گفت از خدا بترس. فوراً عمر تسلیم شد، گفت خدا در قرآن گفته که اگر بهشون خزانه ای دادید هم پس نگیر. خدا به ما اجازه داده که برای ما به عنوان مهر یک خزانه را هم انتخاب بکنند. منظور اینه که هرگاه نام الله گفته میشد فوراً متوقف میشد. ما ایمانمان باید اینطور باشه که هر تصمیمی گرفتیم کسی نام الله را جلوی ما آورد باید تکان بخوریم، باید جلوتر نریم اگر نام الله مانع هست. لذا اولین وصف مؤمن خشیت است، از خدا می ترسد. اگر یه چیزی در یک چیزی غفلت کرده، تصمیم نادرستی گرفته، شما بیا او را یادآوری کن، نام خدا را جلوش بذار، به خاطر خدا نکن. این نام الله در وجود او، در بدن او، در دل او لرزش ایجاد کند و عقب نشینی کند. این هست صفت اول مؤمن. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، هرگاه الله یاد بشه دلشان میلرزد، میترسد. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، هرگاه بر آنان آیات الهی تلاوت می شود ایمان نشان را می افزاید. آیات موجب افزایش ایمان میشه، آیات خدا تقویتش میکنه. این در صورتی هست که بفهمید آیات خدا چی میگه، مراد الله را از آیات الله بفهمیم. و آیات الهی همینطور الفاظش که نفهمیم هم اثر خودش را دارد. آیات وقتی که زیبا خوانده بشه، زیبا تلاوت بشه، هم در انسان یه تأثیر خاصی دارد. اما در مؤمن، پس
آیات باید ایمان ما را اضافه بکند. مثلا درباره خدای عزوجل، درباره صفات خدا، درباره عقیده خودمون، هر وقتی که آیات را میشنویم، آیات چی میگه؟ ایمانمون اضافه میشه. این وصف دوم مؤمن هست. وصف سوم وعلى ربهم يتوكلون، توکلشان فقط و فقط بر ربشان هست، بر رب اعتماد دارند، رب را پشتیبان بزرگ خودشون میدانند و هر کاری میکنند به اعتماد رب. شما اگر تجارت هم میکنید، فقط این در دین نیست، تجارت صالح هم دین هست. شما اگر تجارت میکنید، تجارت حلال، تجارت درست، جائز، ریسک بزرگی میکنی، هم توکل بر رب میکنی، این دلیل ایمانت هست. به زرنگیت، به اسباب، به امکانات، به شرایط بازار، به اونها هیچ توجه نمی کنی. میگی من رب دارم، بر رب توکل میکنم، رب من موفق میکند. هر کسی که توکل بکند در هر کاری، الله عزوجل متوکلین را دوست دارد. در چند جای قرآن آمده که خداوند متوکل را دوست دارد. شما که کسب و کارتون را خودتون میکنید، زحمت را خودتون میکشید، اما در عقیده، در فکر شما این را داشته باشید که این حرکت من یک سبب هست، تا خدا نخواهد هیچی نمیشه، و واقعا در ته دل توکل بکنید، الله عزوجل خیلی این عقیده را میپسندد و بسیار دوستش میدارد. اگر امکانات و اسباب به ضرر شما باشد، اسباب به ضرر شما باشد، بازم الله تعالی زمینه را فراهم میکند که اسباب به نفع شما باشد. من شاید در گذشته قصه یک عالمی را که خودشون قصه خودشون را نوشتند در جایی تعریف کردم که یک عالم بزرگواری، ایشون کتاب فروش بوده، کارش کتاب فروشی بوده، هر روز می رفته تعدادی کتاب می فروخته و معاش خودش را از این طریق تامین می کرده. میگه یک روزی وقتی که در شهر لاهور پاکستان، وقتی که می خواستم برم به طرف مغازه، دیدم چنان باران شدیدی هست که هیچ که تو خیابون پیدا نمیشه. گفتم امروز کی میاد کتاب بگیره در این روز بارانی؟ میخواستم برگردم، بعد توکل کردم، گفتم حرکت از تو برو به طرف مقصد، به خدا توکل کن، رزق را الله میده، رزق به دست تو که نیست. میگه توکل کردم، رفتم مغازه ام باز کردم، اکثر بازار تعطیل بود، کسی نبود، تک و توک مغازه ها بودند. لذا من باز کردم، نشستم در انتظار مشتری، مثل هر روز نبود، کسی نمی آمد. مردم کم و بیشی که تو خیابان راه می رفتند و برای مایحتاج خودشون مجبور شده بودند آمده بودند، تو خیابان ها تردد داشتند تا اینکه یک باران شدیدی و تگرگ شدیدی شروع کرد به باریدن، چنان که هیچ کسی بیرون نمیتونست بمانه، همه دویدن، فرار کردن به جای پناهی. من هم مغازم که باز بود، هرچی مردم تونستن تو مغازه من آمدم، مغازه پر شد از مردم، آمده بودن که اینجا پناه بگیرند که باران شدید بود. اما اینجا که پناه بگیرن بیکار نشدن، یکی یک کتابی برداشت نگاه کرد، یکی دیگری برداشت، به این بهانه دیگه تو مغازه جمع شدن. هر کسی کتابی نگاه کرد پسندید، یکی قرآنی، یکی دعایی، مناجاتی، یکی درباره سیرت پیامبر، یکی درباره صحابه. لذا میگه اون روز معاملات من چند برابر روزهای دیگه شد. این توکل است که انسان میگه من اسباب فراهم نیست ولی همه چیز به دست رب است. خدای عزوجل خیلی میپسندد انسانی را که به او توکل بکند، به او اعتماد داشته باشد، ولو اینکه اسباب برخیال، گرچه بر توکل زانوی اشتر ببند، نه،
یعنی اسباب را بگیر بعدا توکل بکن، یه چیزی داشته باش بعدا برو بازار. ولی باز هم الله عزوجل اونهایی را دوست دارد که به اسباب اعتماد ندارن، به رب الاسباب اعتماد دارن. الله می فرماید وصف سوم را برای مؤمن و علی ربهم یتوکلون، بر ربشان توکل دارن. این سه صفات مؤمنین هستند، توجه داشته باشید. صفت چهارم الذین یقیمون الصلاة، مؤمنان کسانی هستند که برپا می دارن نماز را، در نماز خودشان کوتاهی نمی کنن، اقامه می کنن نماز را. اقامه نماز با خواندن نماز خیلی فرق می کند. اقامه نماز یعنی اهتمام به نماز، اهمیت دادن به نماز، نماز را با تمام شرایط ادا کردن، وضو، طهارت، خشوع، خضوع، توجه الی الله، حضور قلب، اینا تمام جزء اقامه نماز هستند. هر انسان به قدر وسع خودش سعی کند که نمازش را درست بخواند. ما باید روی نمازهای خودمون هم تجدید نظر بکنیم. اقامه نماز معنیش همینه، نمازی باشد که 100% به طرف الله متوجه بشیم. الان شما بررسی بکنی هر یکی چند درصد ما در نماز متوجه ربیم. وقتی که سجده میکنیم و میگیم سبحان ربی الاعلا، رب اعلای من پاک است، منزه است، سبحان ربی العظیم، رب عظیم من پاک و منزه از هر عیب، از هر شریک، از همسر و همتا. آیا با این توجه، با این حضور قلب ما تسبیحات را میگیم؟ با حضور قلب ما تلاوت میکنیم؟ اگر این گونه هست خیلی خوب است. اگر نیست باید اقامه نماز بی طلبت که همه این شرایط را ما رعایت کنیم. این چهارمین صفت بود. این عبادت بدنی هست، جانی هست. و عبادت پنجم و وصف پنجم و مما رزقناهم ينفقون، از آن رزقی که ما بهشون دادیم خرج میکنند. آنچه که خدا به شما داده از اون خرج کنید، اون که مال خودتون هست خرج نکنید. ما چی داریم؟ از خودمون داشتیم، هر چی داریم خدا به ما داده. این و مما رزقناهم که خداوند عزوجل میفرماید ما دادیم، این یک نکته ای هست، اشاره ای هست. یعنی انسان هر چی داری از کجا آوردی؟ الله بهت داده. وقتی الله بهت داده برای رضای اون الله، برای خوشنودی همون الله خرج کن تا بیشتر بهت بده، تا برکت بهت بده. اگر در قرآن دقت بفرمایید هر جا در کنار عبادت جانی عبادت مالی هست. خیلی ها هستن عبادت های جانیشون خوبه، نماز برابر، عرض کنم نماز شب، قیام اللیل، تهجد، همه خوب، اما خداوند ثروت کلانی بهشون داده، در خرج کردن مشکل دارند. عبادت، هر عبادتی به جای خود و هر عبادتی تأثیرات خودش را دارد. نماز در وجود انسان تواضع میاره، فروتنی میاره، تکبر را از انسان دور میکند. و انفاق در راه الله در وجود انسان صفات دیگری خوبی میاره، در وجود انسان همدردی میاره، در وجود انسان سخاوت میاره، بخل را و حرص را از انسان دور میکنه. هر عبادتی تأثیر خودش را دارد. لذا یک مسلمان باید جامعیت داشته باشد، یعنی همه عبادت ها را انجام بده. لازم هم نیست حتما سرمایدار باشد، کارگر هم باید خرج کند، انفاق کند. اینجا بحث زکات نیست، بحث انفاق است. زکات بله برای صاحب نصاب اون یک فرضی است. انفاق اونی که الله عزوجل بهش داده 30,000 تومان در روز درآمد داره، 500 تومان 1000 تومان را بده به اندازه وسع خودش، به اندازه توان خودش. لذا این باعث میشه در وجود انسان سخاوت بیاد، انسان از بخل، از حرص، از صفاتی که رب دوست ندارد و بیشتر اینها صفات منافقین هستند، از اینها انسان فاصله میگیرد. خب این 5 صفت را خدا بیان کرد. اولین دوباره این 5 صفت را، چون که بر این صفت 5 صفت الله عزوجل یک لقبی
لقب زیبا به ما میدهد اگر این 5 صفت را داشته باشیم. اولی این بود که در دل باید خدا را داشت، هرگاه که خدا ذکر میشه باید دل لرزید و ترسید. دوم این که هرگاه آیات خدا تلاوت میشه ایمان تقویت میشه، اضافه میشه. سوم توکل، چهارم اقامه نماز، پنجم انفاق در راه الله. الله میفرماید اینهایی که اینها را دارند اولئک هم المؤمنون حقا. این نتیجه دنیوی. در دنیا لقب تو هست مؤمن به حق، از نظر الله مؤمن به حق هستی، مؤمن واقعی هستی، مؤمن راستینی هستی. این در دنیاست. در آخرت چی؟ لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم. اول جنت روحانی، بهشت روحانی. لهم درجات عند ربهم، نزد رب جایگاه دارد، نزد رب درجات دارد، عزت دارد. انسان وقتی که در دنیا پیش یک مقام دنیوی میره و میخواد پایین بشینه، اون کسی که در دنیا صاحب عزت و جلال هست، استاندار هست، وزیر هست، رئیس هست، اون میگه بیا اینجا نزدیک من بشین. چقدر انسان خوشحال میشه، میگه به من هیچ پذیرایی دیگه نمیکرد، همین که جلوی مردم به من احترام گذاشت برای شخصیت من کافیه. لذا درجات عند ربهم، نزد رب، نه نزد یک مقام دنیوی. این امتیاز بزرگی هست. دوم و مغفرت، مغفرت است، بخشش گناهان. مغفرت دفع مضرت است. مغفرت که بشه دیگه هیچ ضرری شما را تهدید نمی کند، هیچ خطری برای شما نیست. آیا همین اندازه؟ نه، از ضرر که نجات یافتی، از جهنم که نجات یافتی. و رزق کریم، این جنت جسمانی هست، رزق معزز. چه روزی هایی، چه رزق هایی. بعضی را در قرآن الله ذکر کرده، بعضی را ما هنوز نمیفهمیم، تازه متوجه میشیم انشاءالله اونجا که بریم. پس این 3 چیز برای مؤمن واقعی هستند، نتیجه اخرویش هست.